دادگاه ولایت ختلان یک ساکن 26 ساله بادی بخش را از روی ماده 401 کودکس جنایی تاجیکستان زرخریدی به 10 سال زندان محکوم کرد. این مرد که تنها حرف اولی نامش آک ذکر می شود، اخیر سال 2016 بازداشت شده است. دادگاه می گوید گناه این شخص در مرافعه پرره اثبات خود را یافته و او برای کار به منفعت گروه تندرو دولت اسلامی پشت پنجره رفته است. دادگاه می گوید این جوان بیش از 20 ویدیوهای تبلیغ جنایت‌های داعش را در صفحه خود در یک شبکه اجتماعی اینترنت جای داده، اینچنین چند جوان دیگر را برای عضویت در دولت اسلامی جلب کرده است. مقامات دادگاه بر رادیو آزادی به تصدیق این حکم گفتند که تا قوه قانونی گرفتن از جزئیات این پرونده خودداری میکنند. همین قدر معلوم است که این جوان در شهر مسکو با اعضای سازمانی در تاجیکستان و روسیه ممنوع داعش همدستی داشته و بعدی بازگشت به تاجیکستان بازداشت شد. واکنش خود متهم با این حکم از جمله اعتراف اتهامات از جانب خود محکوم شده در دست نیست. در برخی حالتها محکوم شده ها و یا خویشاوندانشان به بی‌پایه و اساس بودن اتهاماتشان پافشاری و از نبود عدالت دادگاهی شکایت میکنند. در همین حال از دادگاه ولایت ختلان میگویند که ماه دکبر سال 2016 8 نفر ساکن ده قزلینشان پیش از سفر به سوریه بازداشت و یک نفرشان 1 سال، دیگرشان 5 متناسبت تا 20 سال روانه زندان شدند. کارشناسان در ولایت ختلان عامل‌های گروش جوانان به حزب و حرکات‌های ممنوع تروریستی شامل شدن آنها را به دولت اسلامی در نداشتن شغل مناسب، ناآگاهی دینی و بی‌نظارتی والدینشان می‌دانند. طبق اطلاع رسمی 210 نفر ساکن جوان ختلان از جمله زنان و کودکان در قلمروهای زیر نظارت داعش قرار دارند.